بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز، ما یک مورد خداشناسی را بیان کردیم، یعنی چجوری ما پی ببریم که خدا وجود دارد. خب حالا یک مورد دیگر را میخوایم در باب حدیث بیان کنیم، یعنی اون استدلال بود. خب حالا میخوایم حدیث بیان کنیم که حدیث را امام صادق علیه السلام بیان کردن که چگونه ما خداوند را برای یک فردی که گمراه داره میشه، خداوند را برای او اثبات کنیم. شخصی به امام صادق علیه السلام عرضه کرد: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خدا را به من معرفی کن، زیرا اهل مجادله با من سخن بسیار گفتند و مرا سرگردان کردند. یعنی کسانی که خودشون گمراه بودن و اهل بحث بودن، خب اومدن این بنده خدا را با بحث و مجادله و صحبت‌های نقص و مثلا با شبهات متفاوت اومدن این بنده خدا را خواستن گمراه کنن. خب حضرت فرمودن: آیا تو کنون کشتی سوار شده ای؟ گفت: آری. فرمود حضرت: برایت اتفاق افتاده که کشتی دچار صانعه شود و در آن کشتی دیگری و نه شناگری باشه که تو را نجات دهد؟ اینجا حضرت بیان میکنن آیا وقتی که کشتی سوار شدی آیا اتفاق افتاده که اون کشتی دچار صانعه بشه، کشتی دیگری نباشه تو به اون پناه ببری، شناگری نباشه که تو را نجات بده؟ عرض کرد: آری. حضرت فرمود: آیا در آن هنگام احساس نمودی که همکنون نیز قدرتی هست که میتواند تو را از آن ورطه هولناک نجات دهد؟ حضرت میگن که آیا اون زمانی که تو در اون تنهایی بودی و در امیدی نداشتی که داشتی غرق میشدی و از این دنیا بری، آیا احساس کردی که قدرتی وجود داره که میتونه تو را نجات بده؟ گفت: آری. فرمودن حضرت: همان خواست که میتواند تو را نجات دهد، آنجا که نجات دهنده نیست و به فریاد رسد آنجا که فریاد رسی نیست. یعنی اون خواستی، اون نیرویی که تو در تو به وجود میاد که احساس میکنی یک قدرتی هستش که میتونه تو اونو نجات بده، اون قدرت را ما میتوانیم خداوند بنامیم. والعاقبة للمتقین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.